بریم یه سر بزنیم به فضای مجازی فوتبال اروپا. میخوایم صحبت بکنیم در مورد بارسلونا، رئال مادرید، منچستر سیتی، چه اتفاقاتی افتاده تو رقابت‌های اروپایی. خلاصه که منو تا انتهای ویدیو همراهی بفرمایید. بذارید از رقابت‌های پریمیر لیگ هم شروع بکنیم که استون ویلا موفق شد 4-1 نیوکاسل رو شکست بده و تو روزی که 4 تا زدن شاگردای اونای امری، 3 تا هم به تیرک زدن. یعنی اولی واتکینز واسهشون گل زد، یان ماتسن حساب کارو 2-0 کرد روی پاسی که اولی واتکینز بهش داد. دنیل برن و آمادو اونانا هم حساب کارو خلاصه 4-1 کردن. تگ گل نیوکاسل رو هم فابیان شار روی پاسی که هاروی بارنز بهش داد و خلاصه که حساب کار 4-1 شد. امیدهاشون واسه کسب سهمیه زنده شد. شاگردای اونای امری. بازی هم تو ورزشگاه ویلا پارک برگزار میشد و حالا بعد از حذفشون مقابل پی اس جی این میتونست اونا رو از خاکستر بلند بکنه. حالا بازم من در مورد استون ویلا صحبت میکنم، اما در مورد منچستر سیتی هم صحبت بکنیم. پیروزی شاگردای پپ در خونه اورتون که اونا موفق شدن در گودیسون پارک با گلی که نیکولو اوریلی و ماتو کوواچیچ زدن 2-0 ببرن، 3 امتیاز رو گرفتن. دیگه سهمیه لیگ قهرمانان اروپا تو جیب شاگردای پپ گواردیولاست. و من بازم در مورد منچستر سیتی و اینکه پپ گواردیولا بعد از بازی چه صحبتایی رو انجام داده خواهم گفت واسهتون. فقط امروز هم بگم که چلسی در مقابل فولام قرار میگیره، آرسنال میهمان ایپسویچ، منچستر یونایتد تو اولترافورد میزبان وولورهمپتون و لستر سیتی هم در ورزشگاه کینگ پاور میزبانی میکنه از لیورپول. اما بریم سراغ بازی جذاب بارسلونا و سلتا ویگو، یعنی از رقابت‌های پریمیر لیگ منتقل بشیم بریم سراغ رقابت‌های لالیگا. کامبک زدن شاگردای هانس دیتر فلیک. چه کامبکی! بازی اینجوری شروع شد که فران تورس در دقیقه 12 بلوگرانا رو پیش انداخت با 1 گل روی پاسی که اینیگو مارتینز بهش داد. بورخا ایگلسیاس که ستاره سلتا ویگو بود موفق شد 3 تا بزنه، یعنی هتریک بکنه. حساب کار شد 3-1 به نفع سلتا ویگو. بازی کجاست؟ بازی تو مونجویک در ورزشگاه خانگی بارسا برگزار میشه. دنی اولمو اختلاف رو به 1 گل رسوند، یعنی روی پاسی که رافینیا بهش داد حساب کار شد 3-2. لامین یامال پاس داد به رافینیا در دقیقه 68. بازی میشه 3-3. امیدها برای کامبک زدن بیشتر و بیشتر شد و در دقیقه 90 به علاوه 8 رافینیا از روی نقطه پنالتی حساب کار رو 4-3 کرد و یک کامبک تماشایی و دقایق آخری شاگردای فلیک برابر سلتا ویگو رو مشاهد بودیم. یعنی میگن شما جلو خوشحالی بکنید کنسله، دقیقاً همینه. ذوق مادریستاها ثانیه آخر کور شد. ضربات کاری برخا اونا رو نکشت و قوی تر کرد. برخا ایگلسیاس رو میگه که هتریک کرد. الان بارسلونا 2 بازی از 2 نفر داره هتریک میخوره، یعنی سرهو گیراسی از دورتموند که بازی حالا بردن بورسیا دورتموند بارسایی‌ها رو و این مسابقه هم که برخا ایگلسیاس زد و هیچ نسبتی هم با انریکه ایگلسیاس نداره. حالا میگم بازم من در مورد بارسلونا و آمار و ارقام حالا مصدومیت نابهنگام رابرت لواندوفسکی صحبت خواهم کرد. فقط بگم که امشبم رئال مادرید میزبانی میکنه از اتلتیک بیلبائو که نیکو ویلیامزشون رو به دلیل مصدومیت در اختیار ندارن. اتلتیکو مادرید یکیچ از لاس پالماس باخت، یعنی دیگه تموم شد فصل برای الچولو، برای دیگو سیمونه و شاگرداش. و چه زمانی هم الچولو گل خورد. الچولو که میگم یعنی لقب دیگو سیمونه. تو چولو تایم اونا کامبک خوردن و خاویر مونوس حساب کارو 1-0 کرد و 3 امتیاز رو گرفتن. لاس پالماسیا مقابل کی؟ مقابل اتلتیکو مادرید. پاریس سن ژرمن هم که قهرمانیش مسجل شده بود تو رقابت لو شامپیونا 2-1 لاور رو شکست داد و حالا پیروزی پی اس جی مقابل لاور با درخشش 2. چقدر بازیکن خوبیه این دزر 2 و گونجالو راموش هم حساب کار رو 2-0 کرد و در دقیقه 8:50 در دقیقه 8 2 گل زد و در دقیقه 50 هم گونجالو راموش. بچه‌ها تا اینجا هم دوست داشتید میتونید دکمه لایک رو بزنید. اما بریم سر بزنیم به رقابت‌های سری آ ایتالیا. جایی که ناپولی 1-0 موفق شد مونزا رو شکست بده. بازی در ورزشگاه خانگی مونزا برگزار میشد و اسکات مک‌تامینی موفق شد تگ گل شاگرده آنتونیو کونته رو به ثمر برسونه. الان هم امتیاز شدن با اینتر میلان، منتها با 1 بازی بیشتر. کیا؟ شاگرده آنتونیو کونته. پیروزیشون هم نفسگیر بود انصافا. آس روم
هم موفق شد هلاس ورونا رو شکست بده. بعد از 2 بازی تو مسابقات بزرگی که AS روم داشت، این دفعه مهاجم ازبکشون یعنی الدور شامادوروف در دقیقه 4 زد و دیگه تا 87 دقیقه پایانی هم کلودیو رانیری و شاگرداش موفق شدن از همین یک گل محافظت بکنن، 3 امتیاز رو گرفتن و خیلی با فکرم 17-18 تا بازی هم هست که AS روم طعم شکست رو نمیچشه. در مورد پاریس سن ژرمن هم بهتون بگم که یه جورایی دارن پیش میرن به سوی جام طلایی. چرا؟ چون که بدون شکست دارن ادامه میدن. 29 بازی، 24 پیروزی و 5 تساوی. بر اساس اعلام خبرگزاری‌های خارجی، کارلو آنچلوتی در تابستون آینده هدایت تیم ملی برزیل رو بر عهده میگیره. ژابی آلونسو هم جانشین آنچلوتی در رئال مادرید میشه. در مورد AS روم هم بهتون بگم، گفتم چند بازیه که طعم شکست رو نمیچشن. این 17مین بازی متوالی بدون باخت روم در سری آ بود که تو المپیکو رقم خورد و نکته جالب اینه که کی پاسو به الدور شامادوروف میده؟ ماتیو زوله‌ای که این دومین بازی متوالیشه که با حرکاتش برای روم داره امتیاز میاره. در نبود دیبالا، آرژانتینی دیگه‌ای برای روم داره میدرخشه. سرمربیایی که با باشگاه تاتنهام به مرحله نیمه نهایی یه رقابت معتبر اروپایی رسیدن و صعود کردن: بیل نیکولسون، کیس برکینشاو، ماوریتسیو پوچتینو و آنژ پوستکوغلو. حالا تاتنهام که میدونید دیگه لیگ قهرمانان سال 2016 بود یا 18 اگه اشتباه نکنم که اونا صعود کردن بعد از حالا اون کامبک عجیب و غریبشون و لوکاس مورا و کامبک مقابل آژاکس صعود کردن به مرحله فینال و در مقابل لیورپول هم که حذف شدن. یامال یه مصاحبه‌ای انجام داده، گفته که وقتی بچه بودم نیمار رو خیلی دنبال می‌کردم با بارسلونا و همچنین زمانی که در پاریس بود. نیمار بازیکنی بود که خیلی دوستش داشتم و برای من یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخه. هانسی فلیک سرمربی بارسلونا هم گفته که بین دو نیمه بازی با سلتا ویگو به رافینیا گفتم مثبت فکر کن. ما تو زمین به تو در نقشه یک رهبر احتیاج داریم. بعدش اون به بازی برگشت و عملکردی خارق‌العاده از خودش نشون داد. آرسنال هم این فصل مقابل تیم‌های بزرگ 8 برد، 5 مساوی و 1 باخت. آرسنالی که گفتم دیگه امروز در مقابل ایپسویچ قرار میگیره. بارسلونا هم به رکورد 150 گل زده تو 51 بازی این فصل تو تمام مسابقات رسید، یعنی میانگین هر مسابقهش بیشتر از 3 گل بوده و آمار خیره کننده است. به نقل از AS، رختکن بارسلونا بدبینن که شاید مصدومیت لواندوفسکی از نوع پارگی همسترینگ باشه. به نقل از رادیو کاتالونیا، لوا احتمالاً بین 2 تا 3 هفته از میادین دوره و در این صورت فینال کوپا دل ری برابر رئال مادرید و بازی رفت مقابل اینتر رو از دست میده. اوف چه فوتبالی بوده تو رقابت‌های بوندسلیگا. خوب اتفاقا در مورد بوندسلیگا هم صحبت بکنیم. بایر مونیخ موفق شد که 4-0 از صد هایدنهایم گذر بکنه. حالا بعد از اون شکستشون مقابل اینتر یه جورایی اونا هم زنده شدن. هری کین در دقیقه 13 گل اولو زد، لایمر حساب کارو 2-0 کرد، کینگزلی کومن روی پاسی که رافائل گوئررو بهش داد حساب کارو 3-0 کرد و نیمه اول 3-0، نیمه دوم هم یوشوا کیمیچ روی پاس گریرو حساب کارو 4-0 کرد و اونا جایگاه خودشونو در صدر جدول محکم و تثبیت کردن. اما در مورد بوندسلیگا داریم صحبت میکنیم، بگم که اونیون برلین در مقابل اشتوتگارت قرار گرفت و جالبه که این مساوی 4-4 شد. عجیب نیست؟ ولی خب این اتفاق وقتی عجیب میشه که بفهمیم تو نیمه اول این 8 گل به ثمر رسیده. یعنی سابقه نداشته تو تاریخ بوندسلیگا که یک دیدار تو نیمه اول 8 گل داشته باشه و یه سوپر گل هم دیدیم که به نظرم جایزه پوشکاش رو باید بگیره اون کسی که گل زد، اسمش هم یادم نیست. گواردیولا بعد از پیروزی برابر اورتون گفته که اولین بار که اینجا اومدم دوست من رونالد کومن همراه با لوکاکو منو با نتیجه 4-0 نابود کرد. اون زمان تازه آغاز ماجراجویی 10 ساله ما بود. همیشه خارج از خونه خیلی زیاد تشویق میشه. در مورد کوین دبروین داره میگه چون باعث جذابیت بیشتر لیگ انگلیس شد. دوست دارم این روزا بیشتر اونو تو زمین ببینم. برد بزرگ و بسیار مهمی بود. حتی لیورپول، آرسنال و ناتینگهام هم نتونستن اینجا پیروز بشن به خاطر کاری که این بازیکن‌ها در دهه اخیر کردن و حتی تو این فصل سخت باید سپاسگزار اونا باشم. با تساوی برابر وستهم هم ساوثهمپتون 11 امتیازی شد و به امتیازات داربی کانتی به عنوان بدترین تیم تاریخ لیگ برتر انگلستان رسید. ساوثهمپتون تو فصل جاری لیگ برتر طی 10 بازی اخیرشون 1 برد، 2 مساوی و 7 شکست داشته و سقوطشون به چمپیونشیپ قطعی شده و ضمن کسب 1 امتیاز دیگه رسما از کانتی عبور میکنن. بنسان کمپانی بعد از پیروزی برابر هایدنهایم گفته که میدونم که الان همه میخوان بگن برد بایرن مقابل هایدنهایم
کاملا قابل انتظار و عادی بود، اما اینطوری نیست. اما اگه بازی اخیر تیم هایدنهایم به خصوص مقابل لورکوزن رو تماشا کرده باشید، متوجه میشید که کار برای بایرن اصلا آسون نبود. از قبل میدونستم که بازی آسونی مقابل هایدنهایم نخواهیم داشت. با توجه به هفته سختی که پشت سر گذاشتیم، امروز عملکرد بی‌نقصی داشتیم. آریگو ساچی هم صحبت کرده و حالا در واکنش به انتقادات از آنچلوتی گفته که تو همیشه نمیتونی ببری. چیزی که منو ناراحت میکنه و البته بخشی از فوتبالم همینه، انتقاد از کارلو به خاطر حذف از UCL و انداختن تمام تقصیرها به گردن اونه. این آدم‌هایی که دارن حرف میزنن اصلا نمیدونن چه چیزی دارن میگن. اونا واقعا میدونن آنچلوتی چه کسیه و چه چیزایی رو برده؟ میدونن که اون تنها مربی جهان با 5 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپاست؟ به نظر من تو مادرید باید نه یک بار بلکه 2 بار یا 3 بار فکر کنن قبل از اینکه کسی مثل کارلتو رو کنار بذارن. سرمربیایی که هواداری رئال مادرید برای جانشینی آنچلوتی میخوان که شما میبینید جابی آلونسو در صدر، یورگن کلوپ دوم، رائول سوم، زیدان چرا چهارمه و اوترو هم که تو رتبه 5 قرار داره. اسطوره اخلاق اینیستایی که 962 بازی انجام داده و حتی یک کارت قرمز هم نگرفت. یعنی آرزوشون همه مادرها که دومادشون مثل آندرس اینیستا باشه، دخترشون رو به کسی شوهر بدن که اون طرف مثل آندرس اینیستا باشه، منشش، کردارش، رفتارش و خلقیاتش. آینده نگری به سبک مدیرای اینتر میلان رو شما در تصویر مشاهده میکنید. اینم تیم منتخب تاریخ فوتبال از نگاه پدریه. یعنی من زوم میکنم عکسو واسهتون، خودتون ببینید در تصویر. البته که خوردم نگیرید ازش به خاطر سن و سال کمش و بهش هم باید حق بدیم که خیلی از اسطوره‌های فوتبالو نشناسه. در شرایطی که تنها 3 هفته تا پایان رقابت‌های دسته 1 انگلیس باقی مونده، آرون رمزی به جای رضا به عنوان سرمربی کارتیف سیتی انتخاب شد تا مانع از سقوط این تیم به دسته پایین‌تر بشه. اینتر میامی هم با تگل بنجامین از صد کولمبوس گذشت و به صدر جدول MLS رسید. لیونل مسی کامل تو زمین حاضر بود. تعداد تماشاگری بازی امروز هم 60614 نفر بود که بالاترین حضور در تاریخ ورزشگاه برای یک مسابقه فوتبال بود. این از بسته ما در مورد فضای مجازی فوتبال اروپا. امیدوارم دوست داشته باشید. دوست داشتید لایک بکنید، دوست داشتید سابسکرایب بکنید و دمتونم گرمه. فعلا